حتما شنیدین که مردم میگن که نعمتهای خودتون رو بشمارید. وقتی به این نعمتها فکر میکنید و بابت اونها شکرگزار و قدردان هستید، دقیقا همین کار رو انجام میدید. اما شاید متوجه این موضوع نباشید که شمارش داشته هاتون یکی از قدرتمندترین تمرین هایی که تاکنون انجام دادید و با این کار به صورت معجزه انگیزی همه زندگی شما تحت تأثیر قرار میگیره و متحول میشه. راندا برن توی کتاب معجزه شکرگزاری خودش اینطور بیان میکنه: هنگامی که شما شکرگزار و قدردان باشید، حتی کوچکترین چیزها هم فوراً به چشم شما میاد. اگه برای پولی که دارید شکرگزار باشید، هر چقدر هم که کم باشه، خواهید دید که پول شما به صورت اعجاب انگیزی زیاد میشه. اگه به خاطر رابطه شکرگزار باشید، حتی اگر این رابطه ایدئال هم نباشه، خواهید دید که رابطه شما به طور حیرت انگیزی بهتر میشه. اگر برای شغلی که دارید قدردان باشید، حتی اگر شغل رویاهاتون نباشه، شرایط به گونه‌ای تغییر میکنه که شما بیشتر از شغل خودتون لذت ببرید. همچنین همه زمینه‌ها، فرصت‌های شغلی هم برای شما فراهم میشه. برعکس این قضیه زمانیه که شما داشته‌های خودتون رو به حساب نیارید و بابت اونها قدردان نباشید. ناخواسته به دام موارد منفی میافتید. وقتی درباره چیزهایی صحبت میکنیم که در زندگی نداریم، موارد منفی رو برای خودمون میشماریم. وقتی که به خاطر کمبود چیزی در زندگیمون ایراد میگیریم، تقصیر رو به گردن دیگران میندازیم. یا وقتی که درباره ترافیک، طولانی بودن صف انتظار، تأخیرها، نداشتن پول کافی یا آب و هوا شکایت میکنیم، موارد منفی رو میشماریم. وقتی هم که موارد منفی رو مدام برای خودمون بشماریم، تعداد این موارد بیشتر میشه. اما بدتر از این موضوع اینه که با شمارش هر مورد منفی در این مسیر خودمون رو از نعمتها محروم میکنیم. من هر دو راه رو، یعنی هم شمارش داشته ها و هم شمارش کمبودها رو توی زندگی خودم امتحان کردم. میتونم به شما این اطمینان رو بدم که شمردن داشته ها و نعمت هایتون تنها راهیه که وفور نعمت رو به زندگی ما وارد میکنه. وقتی که انیشتن بابت مسئله تشکر میکرد، به علت این شکرگزاری فکر میکرد. وقتی که به خاطر قدردانی از مسئله خاص یا شخص و موقعیتی به خودتون فکر میکنید، حس قدردانی و شکرگزاری رو عمیق‌تر حس میکنید. به خاطر داشته باشید که معجزه سپاسگزاری بر اساس میزان احساس خوشبختی و قدردانی شما رخ میده. بنابراین هر آیتمی رو که توی لیست شکرگزاریتون مینویسین، حتما باید دلیل شکرگزاری اون هم ذکر کنین. بعد از اینکه به اتمام میرسونین لیست شکرگزاریتون رو، به عقب برگردید و در مورد هر کدومشون توی ذهنتون مرور بکنید و با صدای بلند اون لیست رو بخونید. وقتی که موارد موجود در لیست تموم شد، 3 بار کلمه خدایا شکرت رو تکرار کنید و به خاطر نعمت‌هایی که دارید تا جایی که ممکنه شکرگزار باشید. برای اینکه بیشتر به خودتون و عمل شکرگزاری کمک کنید، میتونید به خاطر داشتن خدا، جهان، طبیعت، زندگی،
خودتون و هر چیزی که به ذهنتون میرسه قدردانی کنید. وقتی که در مسیر از شخصی یا چیزی تشکر میکنید، شکرگزاری و قدرت بیشتری رو احساس میکنید و همچنین معجزه بیشتری هم به وجود میارین. به همین دلیله که برخی فرهنگ‌های بومی و کهن نماد خورشید رو برای شکرگزاری انتخاب میکنن. این فرهنگ‌ها از نماد فیزیکی برای نمایش منبع خوبی‌های آفرینش استفاده میکنن و با تمرکز کردن بر روی اون احساس شکرگزاری بیشتری دارن. ممکنه برای شما سخت باشه که برای هر روز چند مورد رو از چیزهایی که دارین به خاطرش قدردانی کنین و براتون سخت باشه که هر روز یه آیتم جدید رو به لیست شکرگزاریتون اضافه کنین. اما هر چقدر که بیشتر فکر کنید، بیشتر متوجه میشید که چقدر داشته‌های زیادی برای شکرگزاری و قدردانی در اختیارتونه. با دقت به زندگی خودتون نگاه کنین. داشته‌های زیادی رو به دست میارید. هر روز هم تعداد این داشته‌ها بیشتر میشه. واقعاً داشته‌ها و نعمت‌های زیادی دارین که باید بابت اونها قدردان و شکرگزار باشید. میتونید به خاطر داشتن خانه، خانواده، دوستانی که دارید، کار و حتی حیوان خونگیتون هم شکرگزار باشید. میتونید به خاطر تابیدن نور خورشید، آبی که مینوشید، غذایی که میخورید، هوایی که نفس میکشید شاکر خداوند باشید. چرا که بدون هیچ کدوم از اونها زنده نمیمونیم. میتونیم به خاطر درختان، حیوانات، اقیانوس‌ها، پرندگان، گل‌ها، گیاهان، آسمان آبی، باران، ماه، ستاره‌ها و به خاطر سیاره زیبامون زمین شکرگزار باشیم. شما میتونید به خاطر حواس پنجگانه‌ای که دارید قدردان و شکرگزار باشین. چشمی که باهاش میبینیم، گوشی که میشنویم، زبانی که مزه ها رو میچشیم، بینی که بوها رو استشمام میکنیم و پوستمون که باعث میشه همه چیز رو حس کنیم. میتونیم به خاطر پاهایی که با اونها راه میریم خدا رو شکر کنیم. دستهایی که با اون همه کار انجام میدیم. صدایی که میتونه به کمک اون صحبت بکنیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم. میتونید به خاطر سیستم ایمنی بدن خودتون شاکر و قدردان باشید، چرا که بدن شما رو سالم نگه میداره. همینطور میتونید برای تک تک اعضای بدنتون که به شما اجازه زندگی و نفس کشیدن رو میده شکرگزار باشین. در مورد ساختار ذهنی و پرعظمت بشر چه نظری دارین؟ کدام تکنولوژی کامپیوتر در جهان میتونه این اعجاب رو داشته باشه؟ در اینجا پس بیاین لیستی از موضوعاتی داشته باشین که به شما یادآوری کنه که چه نعمت‌هایی دارین. نعمت‌ها و داشته‌هایی رو که دارین به خاطر اونها شکرگزار باشین. همچنین میتونین توی لیست شکرگزاریتون مواردی رو به صورت فهرستوار آماده کنین که مطمئن باشین هر روز یک آیتم رو به آیتم لیستتون اضافه میکنید و بابت اون شکرگزاری میکنید. هر بار که نعمتهای خودتون رو میشمارید احساس شادی و حس و حال بهتری پیدا میکنید. یعنی اولین چیزی که شما با انجام دادن تمرین شکرگزاری انجام میدین و به دست میارین اینه که احساس شما، حال شما بهتر میشه. وقتی که چند روز پشت سر هم شروع میکنین به شکرگزاری کردن و اون تمرین های شکرگزاری رو انجام میدین، کم کم حال شما بهتر میشه، سر حال، شادتر و پر انرژی تر میشین. همچنین میزان احساس شما با میزان شکرگزاری شما ارتباط مستقیمی داره.
هر چقدر بیشتر شکرگزاری کنین، احساس بهتری و بیشتری رو تو زندگی دریافت میکنین. احساس شادی و خوشحالی خیلی بیشتری دریافت میکنین و سریعتر زندگی شما تغییر میکنه. بعضی از روزها واقعا احساس شادی میکنین و خودتون متوجه میشین که این شادی فقط به خاطر شکرگزاریه که اون روز تو وجود شما شکل گرفته. اما همینطور که به شمارش داشته هاتون هر روز ادامه بدین، متوجه تغییرات بزرگ و بزرگتر تو زندگیتون میشین و داشته های زندگی شما به طور چشمگیر چند برابر میشه. پس عزیزان، با انجام دادن تمرینات شکرگزاری نه تنها حال روحی ما خوب میشه، حال اطرافیانمون و حال زندگیمون بهتر میشه، کم کم نشانه ها رو میبینیم و کم کم معجزات توی زندگی ما شروع میکنن به اتفاق افتادن. خب پس تا اینجا یه دوره خسته نباشین. بریم برای تمریناتی که برای این جلسه باید انجام بدیم. تمرینات جلسه 4، شما از روز اول شروع کردین توی دفتر شکرگزاریتون 5 تا مورد از نعمت‌هایی که داشتین و دارین رو بابتشون سپاسگزاری کردین. هر روز یک مورد به موردهای قبلی باید اضافه کنین. امروز که جلسه 4 شکرگزاریتون هست، باید 4 مورد دیگه به اون لیستتون اضافه شده باشه. یعنی وقتی که هر روز یه مورد اضافه میکنین، 5 تا مورد شما الان باید 8 یا 9 مورد شکرگزاری شده باشه. شکرگزاری رو جوری می نویسین که باید بگین به خاطر چی. خدایا سپاسگزارم به خاطر سلامتیم که باعث شادابی و سلامتی بدنم و حال خوبم میشه. خدایا شکرت. یا میتونین خیلی خلاصه تر بگین خدایا شکرت بابت سلامتیم. خدایا شکرت به خاطر خانه عالی و الهی که دارم. خدایا شکرت به خاطر فرزند سالم و الهی که دارم. خدایا شکرت به خاطر اینکه سایه پدر مادر روی سرم هست و اونها رو دارم. خدایا شکرت به خاطر هدیه‌ای که امروز دریافت کردم. خدایا شکرت به خاطر تلفن خوبی که امروز به من زده شد و حال من رو خوب کرد. خدایا شکرت که پول کافی، نان کافی، آب کافی امروز برای خوردن داشتم. هر چیزی که توی زندگیتون وجود داره و میتونین بابتش شکرگزاری کنین توی لیستتون مینویسین. و حتما باید احساس شکرگزاری و احساس شادی و احساس داشتنشون رو حس بکنین. یعنی جوری بنویسین و جوری انجام بدین که همون لحظه احساسش بکنین. این احساس داشتنشون خیلی مهمه، چون ما نمیخوایم شکرگزاریمون فقط تبدیل بشه به یک نوشتن انشا. حتما باید احساس پشت نوشته هاتون، پشت کلمه هاتون باشه. اگر که دوست دارین که بهتر متوجه بشین چی کار کنین، یا عزیزانی که تازه به این گروه پیوستن، جلسه 2 شکرگزاری کامل راجع به احساس و داشتن احساس هنگام نوشتن شکرگزاری صحبت کردیم. میتونین مراجعه بکنین به جلسه 2، مخصوصا مطالب آخر ویدیو خیلی مهم هستن. حتما گوش کنین و توی شکرگزاریتون انجام بدین. در وقتی که این چند تا آیتم رو نوشتین، حالا میاین خواستتون رو مینویسین. گفتیم که بهتره یکی از خواستهاتون، اونی که اولویتتونه، اونی که الان براتون از همه مهمتر هست، اون رو به لیستتون اضافه بکنین و هر روز همون رو تکرار کنین برای نوشتن. آرزوتون چیه؟ حاجتتون چیه؟ چه چیزی میخواین در پایان این شکرگزاری به دست بیارین؟ اون رو می نویسین. اما جوری می نویسین که در زمان حال باشه. جوری می نویسین که انگار خدا اون رو به شما داده و قبل از اینکه خدا بهتون بده بابتش سپاسگزاری می کنین. مثلا اگر کسی منتظر تولد فرزندی هست،
می نویسین خدایا شکرت به خاطر تولد فرزند عالی و الهیم. خدایا شکرت که الان فرزندم رو در آغوش گرفتم. خدایا شکرت که به من فرزندی دادی. پس جوری می نویسین که انگار دارینش. اگر من بیام بگم خدایا بده، خدایا به هم بچه بده، خونه بده، پول بده، ثروت بده، شغل عالی بده، وقتی که به این حالت بنویسم اون رو از خودم دور میکنم. یعنی خیلی باید فاصله بگیرم، خیلی ازم دور میشه. پس وقتی زمانی که من به صورت حال می نویسم یعنی الان باید اتفاق بیفته. جهان هستی الان من این رو میخوام، نه در زمان آینده. شما وقتی میگی به هم بده، فردا هم دوباره میگی به هم بده، پس فردا هم دوباره میگی به هم بده. هی هر روز از خود دورترش میکنی. رسیدن به اون جهان هستی میگه خب میخواد در آینده داشته باشه، الان که نمیخواد، بعدن میخواد. میگه به هم بده، ندارمش الان، بعدن میخوام. پس شما باید حتما، خیلی مهمه که به زمان حال نوشته بشه. و در پایانش 3 بار از خدا به خاطر اون چیزی که قراره گیرتون بیاد سپاسگزاری میکنین. می نویسین خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، یا کلمه سپاسگزارم رو استفاده میکنین. پس در زمان حال می نویسین، جوری می نویسین که انگار داریدش و 3 بار خدا رو سپاسگزاری میکنین. خب لیستی رو که نوشتین تو دستتون بگیرین، 1 بار بخونین از روش. برای تک تک نوشته هاتون احساستون رو بالا ببرین، با احساس بنویسین. و امروز که جلسه 4 هست، 1 آیتم به آیتم های دیگه‌تون اضافه میشه و اون اینه که برای خواسته‌ای که دارین باید تصویر سازی کنین. یعنی من بشینم به خواستم فکر کنم، ببینم که اگر داشتم چه اتفاقی میافتاد. مثلا کسی برای داشتن بچه داره شکرگزاری میکنه، جوری شکرگزاری کن که انگار اون بچه یا اون کودک یا اون نوزاد رو در آغوش گرفتی و از ته دلت وقتی خدا بهت بده، زمانی که بهت بده، چجوری میخوای شکرگزاری کنی؟ با چه حالتی میخوای شکرگزاری کنی؟ با همون حالت، با همون انرژی. حس کن که بچه توی بغلته، حس کن که شغل مورد علاقت رو به دست آوردی، حس کن که پول یا ثروتی که میخوای به دست آوردی. چطوری با ذوق شکرگزاری میکنی؟ با همون احساس خدا رو شکر کن و برای خودت تصویر سازی کن. از کوچیک شروع کن، فقط همین تصویر سازی که حالا فعلا داریش کافیه و بعد روزهای بعدی این تصویر سازی باید بیشتر و بیشتر بشه و بیشتر توی ذهنت راجبش تصویر سازی کنیم. یه نکته خیلی مهم هم توی تمرین ها باید انجام بدیم که توی جلسه بعدی حتما راجبش صحبت میکنیم و باید اضافه بشه به این لیست یا شکرگزاری که دارین انجام بدین. تا اینجای دوره رو انجام بدین، هر روز شکرگزاری رو انجام بدین، بنویسین و هر روز هم 1 آیتم به آیتم های قبلیتون اضافه بکنین. اما خواستتون یکی باشه، هر روز اون رو تکرار بنویسین، راجع به 1 موضوع تمرکز داشته باشین. انشالله وقتی که به این خواستتون رسیدین میتونین خواسته های دیگه‌تون رو هم به لیستتون اضافه بکنین. پس انشالله که بهترین ها نصیب شما بشه. مطمئنم که شما لیاقت بهترین ها رو دارین و تا شکرگزاری و جلسه دیگه شما رو به خدا میسپارم.